آموزش کلید گرفتن تاریخ 3 مرداد روز چهارشنبه به آسان‌ترین روش ممکن. سلام و درود به شما رفقای نازنینم. خوش اومدین به چنل خودتون یعنی آیکیودرا. امیدوارم تا انتهای ویدیو با من همراه باشی و کلید امروزت هم دریافت کنی. خب از اونجایی که مینیگیم واقعا از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخوردار شده و خود شرکت همستر کامبات اعلام کرده که هر روز کلیدها رو بگیرید، چون در آخر یه سورپرایز خیلی ویژه براتون داریم. ما بریم سریع‌ترین و آسون ترین روش کلید گرفتن امروز رو هم با هم ببینیم. کلید گرفتن امروز نسبت به روزهای دیگه خیلی آسون تر پازلش. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. منتها شما 2-3 بار ببینید که قشنگ یاد بگیرین روشش رو و در بازی خودتون اجرا کنید، چون اگر یک بار نتونین زیر 30 ثانیه اجرا کنید بار دیگه میره روی تایمر. خب بریم با هم آموزشش رو ببینیم. خب این مهره سبز رو آورد، نگاه کنید به این صورت هستش که اول باید اون سبز ها رو جابجا کنیم، بعد قرمز ها رو بالا و پایین کنیم. من یه بار دیگه برای شما عزیزان میذارم، نگاه کنید مجدد. و در نهایت کلید به جایگاه خودش میره و یه بار دیگه مجدد هی تکرار میشه براتون که شما عزیزان به ذهنتون بسپارین. خب اینم از آموزش به دست آوردن کلید روز چهارشنبه 3 مرداد. لایک و کامنت فراموش نشه. برای دلگرمی بیشتر بند دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.